یک متن را در یک جای مطالعه کردم، واقعا متن جالب و زیبایی بود، خواستم به سمع شما هم برسم. متن عربی بود، نوشته بود کانو یبکون مع التقوا. هستند مردمانی که با وجودی که تقوا دارند، از الله مهر هستند، بنده های خاص پروردگار هستند، اونها باز هم میگیرند و خوف از این دارند که مبادا بندگی الله رب العالمین را درست انجام نداده باشه. و انت تضحک مع الذنوب، و تو با وجود گناه و معصیت میخندی. یعنی فرق بین گزینه اول و دوم را اینجا برای ما بیان میکنه. واقعا که جای تأسف است که امروز بسیار از ما در همین موضوع قرار داریم که ما با وجود گناه، با وجود معصیت، با وجود نافرمانی میخندیم، در حالی که باید ما اگر گناه کردیم روح و روان ما، قلب ما، فکر ما باید آرام نباشه، باید پریشان باشیم، باید اضطراب داشته باشیم نسبت به او گناهی که انجام دادیم. باید در مسیر توبه حرکت بکنیم. چیزی باز ما از گزینه اول باشیم، کانوا یبکون مع التقوا، با وجودی که ما تقوا داریم بگیریم و احساس بکنیم که ای الله این تقوی ما کم است، ما باید بیشتر متقی و پرهیزگار باشم و بیشتر در مسیر تو حرکت بکنم. و الله رب العالمین ما را و انت تضحک مع الذنوب از این گزینه دوم که با وجود گناه بخندیم به دور داشته باشیم.